شورای علمای تاجیکستان اعلام کرده است که عید قربان روز جمعه 6 ایون برگزار می شود. به گفته قرار شورای علمای مرکز اسلامی که 29 می سال 2025 صادر شد، نماز عید ساعت 5:45 صبح خوانده می شود. عید قربان که آن را عید اضحی نیز می نامند، یکی از دو عید بزرگ مسلمانان است. در این روز مسلمانان اگر امکانیت داشته باشند قربانی می کنند و در عنعنه تاجیکان کودکان باشند عیدگردک. باید یادآور شد که 1-2 ماه پیش سر ریاست معارف شهر دوشنبه با تکیه به ماده 9 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم مراجعتنامه نشر کرد. در آن گفته شده است که عیدگردک در روزهای عید رمضان و عید قربان منع است. اما تاریخ شناسان میگویند که عیدگردک یک از عنعنه‌های کهن مردم تاجیک است که ریشه در سنت‌های اسلامی و فرهنگی خلقی دارد. این رسم اساساً در روز عید فطر و عید قربان اجرا می شود. تاریخ دقیق آغاز آن معلوم نیست، ولی بر اساس روایت‌ها و خاطرات مردم عیدگردک زیاده از 100 سالها باز بین تاجیکان به خصوص در دهات و محله‌های سنتی وجود دارد. این عنعنه پس از پیدا شدن اسلام در میان مردم تاجیک پیدا شد و اساساً برای خرسند کردن کودکان و بیدار کردن محبت به دین اسلام راه اندازی شده است. غیر از ملت تاجیک عیدگردک در دیگر ملت ها نیست و خاص فرهنگی تاجیکان می باشد.